بسم الله الرحمن الرحیم. جوانی را در چه راه صرف داری؟ این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بشنو و خوب روی آن فکر کن. بنده در روز قیامت گام بر نمی دارد تا اینکه درباره 4 چیز مورد بازخواست قرار گیرد. از عمرش که آن را چگونه سپری کرده، از جوانیش که در چه راه صرف کرده، از ثروتش که از چه راه به دست آورده و در چه راه صرف نموده، و از علمش که چقدر به آن عمل کرده است. ببین به دوران جوانی چه اهمیت ویژه‌ای داده است. به سبب اینکه جوانی قسمت از عمر است، درباره آن سوال خواهی شد. هیچ شکی نیست که انسان در مورد تمام قسمت‌های عمرش پرسیده می شود، ولی این دورانی است که حسابش کاملا جداست. در فلان روز وقت خود را به چی کار صرف کردی؟ هنگامی که تا ساعت 4 صبح به هدف در خیالاتت به سر می بردی و شبکه‌های تلویزیونی را عوض می کردی، چی هدف از آن داشتی؟ وقتی که مجله را برداشتی و 3 ساعت کامل به خواندن سخن‌های بیهوده و موضوعهای پوچ پرداختی، چی کار می کردی؟ ای جوان، وقتی سوار ماشینت شدی تا صبح به هدف در خیابان‌ها می گشتی، چی کار می کردی؟ همین طور حساب و کتاب و بازخواست مفصل می شوی. ولی آیا اینها امت محمد صلی الله علیه و سلم هستند؟ آیا این همون وقتی است که خداوند بر آن قسم خورده است؟ در روز قیامت درباره آن حسابرسی خواهی شد. خود به خود فکر کن که چقدر حسابات دقیق است. در روز قیامت از هر دقیقه، حتی از هر نفسی که میکشیم، از ما سوال می شود. عمر انسان مجموعی سالها است. سالها به روزها، روزها به ساعتها، ساعتها به دقیقه ها و ثانیه ها تقسیم می شود. با خودت فکر کن که هر نفست یک صندوقی است که باید آن را پر کنی و هر نفسی که خارج می شود قلف بر آن زده می شود. در روز قیامت صندوق های عمرت باز می شود. صندوق اول خالی، صندوق دوم خالی، صندوق سوم سخنان بیهوده، صندوق چهارم مسائل بیهوده، صندوق پنجم خالی. در برابر این خوشا بر حال کسانی که صندوق هایش را بیارند که همه پر است. نیم ساعتی که در آن 1000 بار نفس کشیده است، 1000 صندوقچه موجود است. در مکتب درس خوانده، بعد از آن نماز جماعت، تلاوت قرآن، خدمت پدر و مادر و غیره. خیلی خوب است. 1000 صندوقچه که پر از ذکر یاد خدا است، شگفت انگیز است. 5000 صندوقچه که پر از عمل خالص و خدمت برای دین اسلام است، خوشا بر سعادتت. این عمر است که در مورد آن حسابات خواهی داد. آیا دانستی که وقت بهترین نعمت است که در اختیار تو است؟ اکنون انتخاب کن با چه چیزی می‌خواهی خزینه هایت را پر کنی؟ با چه چیزی می‌خواهی سرمایت را درباره زندگی صرف نمایی؟ اما بدان که هیچ تلخی مانند تلخی حسرت و پشیمانی نیست. پس مثل کسی نباش که مال تجارت نهایت با ارزنده خود را با چیزی به ارزش می فروشد. به یک مسئله توجه کن. قصد دارم تا نهایت تلاش خود را به کار گیرم تا مفهوم وقت و اهمیت آن را در زندگی برایت بیان سازم، در حالی که امر برای جامعه های غربی ضرورت ندارد، چرا که به بهترین وجه ارزش وقت را دانستند و در زندگی خود از آن به خوبی استفاده کامل بردند. زیرا این مفهوم در عقل غربیان کاملا جای گرفته است. به همین خاطر از ما پیش می روند، در حالی که وقت هنوز برای ما ارزش ندارد. قیمت وقت را بدان ای جوان که وقت زندگی است.